تماشاگران عزیز چه تبریکی شما میدانید این برنامه شیرین نک است و من اصلا با همراه پیام‌آمده با شما پختن شیرینی ها را یاد میدیم. همین طبعه؟ بله تماشاگران عزیز، ما کوشش میکنیم که به شما پختن شیرینی ها را یاد دهیم. پیام‌آمده ما امروز چه شیرینی تیار میکنیم؟ ما امروز کلچه قندی رافائل تیار میکنیم. رافائل مگر شکلات نبود؟ بله رافائل شکلات بباشد ولی ما کلچه قندی آن را تیار میکنیم. بعد مزه‌اش یک میشود؟ نه کم ترک فرق میکند ولی کلچه قندم با مزه. بله تماشاگران عزیز بیاید یک جایی پختن کلچه قندی رافائل را یاد میگیریم. همین طبعه؟ بله. برای آماده کردن کلچه قند با ما چی لازم میشود؟ با ما 200 گرم روغن مسکه، 200 گرم بادام، 2 تا تخم، 200 گرم سمتانه، مواد کاوا کننده و شکر لازم می شود. خوب، همش رو فهمیدم. شکلات همراه شیر قیام شده همش برای خوردن من هست؟ نه اصل، شیر قیام شده و شکلات ما را برای آرایش لازم می شود. باز من گمان کردم که من میخورم. چشیدن ممکن است؟ بله. خب تو چشیدن گیر، من باشم کار را آغاز میکنم. با ما همین ظرف لازم می شود. اول روغن مسکه را گرفته. ایسته پیام‌آمده شما دست پوشک نپوشیدید کو؟ من الکی دستام را شسته هم ولی برای آمیخته کردن محصولات ها با دست پوشک کار کردن نمی شود. خوب کار کردن گیره. بعد از روغن مسکه میگیریم سمتانه را میدازیم. همش را یکجا کرده بعد آمیخته میکنیم. شکر را ایلاوه میکنیم و یک قاشقچه رزدخیز می اندازیم. باز چیکار میکنیم؟ باز آرد را گرفته آمیخته میکنیم. بعد چیکار میکنیم؟ بعد میپزیم. بعد پخت میخوریم؟ بله. آرد با ما چقدر روزی میشود؟ تا سخت شدنی خمیرمان. اگر خمیر سخت نشود باید چیکار میکنیم؟ باز آرد ایلاوه میکنیم. اگر خمیرمون سخت نشود یک ظرف کلون رو میاندازیم؟ نه اصل حاضر الکی خمیرمان سخت میشود. بعد چیکار میکنیم؟ سخت شد خمیرمون؟ بعد میپزیم. کمک کنم؟ تو میتوانی الکی شکلات را از تراشه گذرانی. خیلی خوب است. تماشاگران عزیز الکی خمیر ما خنک شد. اکنون چیکار میکنیم؟ اکنون ما خمیر را به قسم ها جدا کرده بادام را به درونش میگذاریم و دوره شکل میکنیم. فهمم. من هم کمک کنم؟ بله. تماشاگران عزیز اندازه خمیر باید همین قدر باشد. کفایت؟ نه کمتر گرفتی. اینقدر گرفت اصلا. یک بادام رو گرفته با درونش میاندازیم. با من هم
من توانید سعی شدم. بله. اما تماشاگران عزیز من قنات شدم. ما اینها را به ظرف تفدان میگذاریم. و تگش کاغذ نمیمونه؟ نه. انا دیدی اصل من فراموش کردم. ما باید به ظرفم روغن مولیم. ها در حقیقت هم فراموش کردیم. روغن میگیریم. کفایه است؟ بله. اگر روغن مولیم چی میشود؟ آن به ظرف میچسبد. اگر چسبه چی میشود؟ و الکی به زیر میباید. اگر بزه باید ما آن رو خورده نمیتونیم؟ نه. تماشاگران عزیز بهترش روغن مولیم. من ما اینها را رنگی شکلاتی را فعلا میکنیم. هم بعدا میکنیم. دو تا مولیم نمیشود؟ دو تا بسیاری بد میباید. اگر بسیار آید چی میشود؟ بومزه میشود کو؟ وقتی کوچکان بد میکفد بد به زیر میباید. اپایومیده کوچکان میکفد؟ بله. برای چی میکفد؟ برای آنکه ما در درونش رزریخیتیل انداخته بودیم. مگر مواد کلان کننده میتر کند؟ شیرینی ما حجما کلان می شود. توانستم. انم این رخها باید نباشد برای آنکه بالایش می کفد. بله. تماشاگران عزیز کلچه‌خندهای ما آماده شدند. بله اکنون ما آنها را به تفدان میگذاریم. با چند دقیقه؟ با 20 دقیقه. فهمم. تماشاگران عزیز اکنون کلچه‌خندهای ما تیار شدند و آنها را آرایش میدهیم. برای آرایش با ما چی روزی میشود؟ با ما شکلات سیاه و سفید و شیر قیام شده لازم می شود. فهمم. آغاز میکنیم. آغاز میکنیم. با ما نمین خیلی خازکای مخصوص لازم می شوند. کلچه‌خند را گرفته در شیر قیام شده تر کرده و در شکلات تر میکنیم. مزه می شود؟ البته. بله. همشون سفید میکنیم؟ نه سیاه میکنیم. دو سفید دو سیاه هم؟ البته. بینندگان عزیز اکنون شیرینی های ما آماده شدند. اکنون ممکن است چشم؟ البته. چقدر بوده است؟ بامزه. بینندگان عزیز شما می توانید همین گونه شیرینی ها در شرایط خانه با محصولات های عادی ترین آماده کنید. اگر وقت آماده کردن نداشته باشید پس می توانید با شرکت شکلاتی مراجعت کنید. همینطور نه؟ البته است. باید گویم که نرخ‌های شرکت شکلاتی خیلی دسترس و ارزان می باشند. حالا باشد ما با شما خیلی خوش میکنیم. خیلی